оятуллоҳ дар варзиши навъи гӯшти натиҷаҳои хуб дорад. дар сабқатҳо иштирок мекунад. мегӯяд барои ҳаводории ӯ падар намерасад. هیچی زور نیستم و ننگی ترم مشق کنم میتونیشون زده چیکن قچون گوشتیم بگی میتونیشون زده و باوری چی میکرد گوشتی میگیده میزده. ӯ ҳам яке аз садҳо наврас аст ки лаҳзаҳои ширини зиндагиро бе падар сипарӣ мекунад. падари вай дар русия муҳоҷир аст. یا وقت یه خرسان نشته زمستان با میره اتام باشه خوشرو گوشتین گرفتم تونو وقتی که زدم با اتام دستوری بکنم چه کنم خرسان نشه. نه تنها در سبقت‌های ورزشی بلکه در تمام لحظه‌های دیگر زندگی هم با گفته آیت‌الله نبودن پدرش سخت احساس می‌شود، مخصوصا وقتی در چهره مادر و خواهر خردسالش آثار دوری و جدایی را می‌بیند خیلی ناراحت می‌شود. خواهری من وقتی که یوم کذابین دفعش آتش و زیغ میشه برای همین. چی میگه بعد؟ میگه با تلفن زنگ میزنه میگه اتبیا رسیا دور بودنی ات چیه مرا میفهمه وقتش. یک پژوهش بنیادی اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف اشکار کرده است که اکثر کودکان مهاجران مهنتی زیر فشار روانی قرار دارند. این سازمان نیت دارد در حاشیه یک لایحه به احوال آنها برسد. آنها خود را می توانند پرتافته شده احساس کنند. آنها کمی خشین می شوند و برای مادران هم تربیت و نظارت آنها مشکل خواهد بود. خانواده های مهاجران که اینجا می مانند به فشار روانی گرفتار می شوند و به کمک روانی نیاز دارند. خانواده‌هایی در تاجیکستان بوده مهاجران با مشکل حجت‌گذاری و اقتصادی مواجهند. مثلا زن در گرفتن شهادتنامه تولد کودک یا شهادتنامه عقد نکاح مشکل دارد. برخی مشکل با سند مالکیت دارد. مشکل دیگر هم مالی است. آنها اکثرا از کمبود مبلغ برای زندگی اذیت می‌کشند. بعضی‌ها نمی‌توانند حتی نانی دسترخوان خود را پیدا کنند. Having the husband abroad for a long period of time. الجانای رحیمова که سه پسرش در مهاجرت و دور از فرزندان قرار دارد، اذیت نبیره‌های خردسالش را قریب هر روز می‌بیند. خانه، کاری خانه، فکر و ملاحظه همه کودک‌ها در قشان که اتم باشه و تام کار کنم مثلا که ما راحت کنیم یا که چیزی که همسایه آورد ما هم بیاریم بخریم که نمیگن خیلی مثال همه فکر می هست در سرشون. تحلیلگران میگویند اکثر زنانی هم که شوهرهایشان به مهاجرت رفتند در تربیت فرزندان مشکلی میکشند. مهرنیسا سعید و تربیت دو فرزند و تمام کار زمین و خانه را تنها بر دوش دارد. شوهر او در مهاجرت کاری است و مبلغی که برایشان میفرستد کافی نیست. وقتی خواسته های فرزندان را نمیتواند برآورده سازد سخت ناراحت می شود. تو میروند پول نیست مثال سر لباسی مکتبی بگیری این ایدا میشه مثال همسایه ها فرم میکنن میروین بعد زیق میشن میگن برای چی که مثال اون بیاد دارن و ما نداریم خیلی با مثال مادر با زیق میشه کی مثال چی میشه. اقتصاد بسیاری از خانواده‌ها در تاجیکستان برای مبلغ‌های مهاجران کاری استوار شده است و طبق حساب‌های رسمی بیش از 800,000 و بنا به آمارهای دیگر زیاده از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و زندگی می‌کنند. اما کودکان که هنوز نه همه ضرورت مهاجرت و دوری پدران را از خانواده به پورگی درک می‌کنند، بعضا در صحبت‌های تلفنی در پاسخ به نوازش‌های پدر می‌گویند به آنها چیزی لازم نیست، فقط می‌خواهند پدر برگردد. زندگی ممتن شد و در تاجیکستان کار کنند.